دوستان علی هستم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروزم با آموزش طراحی بنر تبلیغاتی یا فروش محصولات واسهتون طراحی کنم که شما هم یاد بگیرید. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم کانال منو ساب کنی، لایک ویدیو نگید، زنگ برام فعال کن چون به درد خودت میخوره. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب اگه شما الان یه بک‌گراند انتخاب کردم، اگه شما بک‌گراند و وسایل بک‌گراند و ابزار این ویدیو رو میخواید میتونید در کانال تلگرامم عضو بشید که لینکش در بیو گذاشته شده. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اول میایم یه دونه متن ایجاد میکنیم. حالا من از این متن استفاده میکنم. مستر کات رو دنبال کنید. من از این استفاده میکنم. میاریدش بالا، یه ذره بزرگش میکنید. الان اوکیه. بعد میاین رو کپی میزنید، دوباره میادش پایینش تنظیمش میکنید. اوکی. دوباره میاد کپیش میکنید تا 3 بار باید اینو کپی کنید. الان که اینو کپی کردید روی این بخش میزنید، روی برچسب. من الان این عکسایی که این ابزاری که بهتون میگم و اینجا اضافه کردم. شما میتونید روی این گزینه بزنید و میره داخل گالریتون، همه ابزار رو اینجا اضافه کنید. حالا من میام این مجسمه رو اینجا اضافه میکنم. خب اوکیه. همینجور که مشاهده میکنید مجسمه اینجا گذاشتم. الان یه جوری میشه مستر کات رو دنبال کنید. این مجسمش. حالا برای اینکه چیمون خراب نشه چون لایه زیاده پروژه‌مون خراب میشه، میایم اینو ذخیره میکنیم. ذخیره کردم و دوباره اومدم پیشتون. نکنید اینجا ما میایم دوباره روی برچسب میزنیم، دوباره همون بخشی که بخش گالری. حالا میایم این تصویر سیاه رو میاریم، اونقدر بزرگش میکنیم که تمام صفحه رو بگیره خوب، به همین راحتی. حالا دوباره من میام اینو خروجی میگیرم چون لایه زیاد خراب میشه مثل قبلا. دوباره اومدم پیشتون. الان دیگه میایم اون چیا رو اضافه میکنیم. دوباره میزنیم برچسب، گالری. حالا اول اینو اضافه میکنیم. این اول اضافه میکنیم. اوکی. حالا بعد میایم دوباره همونجا برچسب، دوباره میایم اینو اضافه میکنیم. بعد اینو یه ذره پایین تر میذاریم با یه ذره کوچیک‌تر. خوبه. نه اوکی. خب برای اینکه پروژه‌مون خراب نشه دوباره میریم خروجیش میگیریم، دوباره برمیگردیم. گشتیم. الان وقتی که متن رو اینجا جایگزین کنیم، حالا میایم اینجا الان من یه متن واسه فروش، مثال برای خرید دوره آموزشی دایرکت بدین. حالا من میام اینو کوچیک میکنم. خب حالا میام یه پایین، مثلا من شماره تلفن میذارم، مثلا شماره تماس. ای خدا صبر کنید. شماره تماس میزنیم. حالا میایم برای مثال 021 63
0 21 63 21 3 تا 0. حالا می‌بینیم اینو یه ذره کوچیک‌تر می‌کنیم. اوکی. حالا میایم اینو بنویسیم. من اینجوری می‌نویسم: برای فهمیدن شرایط تماس بگیرید. خب من اول میام رنگشو مشکی میکنم و کار ما تموم شد. به همین راحتی میبینید که بنر بسیار جذاب برای فروش دورتون یا محصولتون، هر چیزی که دلتون خواست رو میتونید اینجا درست کنید. تا یه دیگه، خدایا رو نگهدار شما.